من فاطمه رضایی، اینجا دلتا کالج. در این پادکست با مهمترین اخبار روز چهارشنبه 17 بهمن ماه همراه شما هستیم. ترامپ و احیای دستور فشار حداکثری علیه ایران. رئیس جمهور آمریکا همزمان با امضای دستور فشار حداکثری علیه ایران از تمایل خود برای گفتگو با مسئول پزشکیان و توافقات صحبت کرد. توقف خرید بیت کوین توسط مایکرو استراتژی. شرکت مایکرو استراتژی بعد از 12 هفته خرید منظم بیت کوین این روند را متوقف کرد. توقف خرید بیت کوین توسط مایکرو استراتژی. شرکت مایکرو استراتژی بعد از 12 هفته خرید منظم بیت کوین این روند را متوقف کرد. طلا در اوج تاریخی. اونس طلای جهانی امروز هم روند صعودی خود را ادامه داد و به سقف تاریخی جدیدی در محدوده $2877 رسید. دیوید ساکس، مسئول ارزهای دیجیتال کاخ سفید، از بررسی 2 موضوع کلیدی در حوزه رمز ارزها توسط دولت ترامپ خبر داد. بر اساس این گزارش، دولت آمریکا در حال ارزیابی امکان ایجاد ذخیره بیت کوین و همچنین تدوین چارچوب قانونی برای استیبل کوین هاست. این بود خلاصه مهمترین اخبار امروز. با آرزوی روزی خوش برای شما.